امروز بلای دنیای اسلام دوری از قرآنه. امت اسلامی از قرآن دور است. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، در مقابل دشمنان دین، در مقابل کفار بایستی سرسخت بود، بین خودمون بایستی مهربان باشیم. عکسش عمل میکنن، بین ما جنگ و اختلاف و دعوا و شیعه سنی و عرب و عجم و بقیه چیزها رو راه میاندازن دشمنان. حکام دور از قرآن، دور از تعقل، دور از خرد، بازی کفار رو میخورن و تسلیم اونها میشن. از قرآن فاصله داریم ما. قرآن تکلیف ما رو معین کرده است. امت اسلامی از قرآن دور است.